روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از خانمش میپرسه که چیزی برای خوردن در خانه داریم؟ میگه نه. خب حضرت عمر میگه خیر است. بیرون میبره که حضرت ابوبکر میبینه که در بیرون ایستاده است و میگه که ابوبکر چی چیز در این وقت بیرون برآورد؟ حضرت ابوبکر میگه به خدا گرسنگی. و حضرت عمر میگه که اون چیزی که تر بیرون برآورد منم همون چیز بیرون برآورد. در وقت صحبت کردن بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانهشون بیرون شدن و رسول الله از هر دینا پرسیدن که چه چیز شما را در این وقت بیرون برآورد؟ هر دینا گفتن که ای رسول خدا گرسنگی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که منم همین چیز از خانه بیرون برآورد. سبحان الله، اینکه در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی برای خوردن نبود. بعد گفتن خانه فلانی صحابه بیا بریم که بسیار مهمان دوستار است. قصه کوتاه میروان خانه صحابه و صحابه کرام رضی الله تعالی عنه چیکار میکنن؟ یک خوراک برای اونا آماده میکنن. وقتی همون گوشت میخواد در دهانش ببره، وقتی یکم نالش میگیره، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گریان میشود و هر دو ابوبکر و عمر از او میپرسن که ای پیغمبر خدا، پدر و مادر ما فدای تو، چه چیز تو را گریان کرد؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که آیت قرآن، همون آیتی که میگه ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، فرد روز قیامت پس از اونه که از بر الوالدین، از حق همسایه و از حلال و حرام اینا پرسیده میشین، از دیگر نعمت ها و از همه این نعمت ها هم باز پرسیده میشه. برای همین است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، نفس های خود را حساب و کتاب کنید پیش از اونه که به حساب و کتاب نزد الله بروید. خداوند حساب و کتاب ما را در دنیا و آخرت آسان بگرداند.